بسیار و بسیار خوش آمدید و چون مردم بسیار علاقمند شما هستند، احترام بسیار زیاد در نسبت شما قائل هستند و میخواستم یک دو روزه که شما اینجا بودید چی برداشتی داشتید از این کشور؟ چون میدانم نخستین بار است که شما به تاجیکستان و به دوشنبه آمده. من خیلی خوشحالم و خود را سعادتمند میدونم که توفیق این سفر رو پیدا کردم. از خیلی وقت بود که نیت داشتم و اراده کرده بودم که هر وقت خداوند توفیق عنایت بفرمایند بیایم به دیدار برادران و خواهران خوبم و دوست داشتنیم در این کشور دوست داشتنی تاجیکستان و دل و دیده رو با دیدارشون تازه بکنیم و به جان صفایی دیگر بدهیم. خب از سعادت و خوشبختی بنده و حسن حظ بنده اینکه این دیدار توأم با یک موفقیت دیگر و یک توفیق دیگر و یک نعمت دیگر همراه بود و اون هم شرکت در یک کنفرانس علمی، اون هم کنفرانس علمی که درباره شخصیتی یکی از برجسته ترین عالم جهان اسلام و جامعه انسانی حتی برگزار می شد در این کشور خوب که هم از دیدار دوستانمون بهره مند شدیم و هم از مسائل و مباحثی که در این دو روز در این کنفرانس توفیق حضور داشتیم استفاده بسیار زیاده بردیم. این که انسان توفیق پیدا بکنه که 500 عالم رو در یک جا با کمترین هزینه، ما که هزینه‌ای پرداخت نکردیم، و ملت و دولت تاجیکستان و در رأسشون رئیس جمهور عزیز و محترم که هزینه ها رو حتی پرداخت کردن. وقتی ما به سفیر گفتیم که ما پول بلیتمون خودمون میدیم، این شرف است برای ما که ما رو دعوت به چنین کنفرانسی علمی کرد. گفت نه، شما مهمان خود رئیس جمهور هستید و ما بی نهایت سپاسگزاریم که ایشون هزینه سفرم پرداختن که ما بیایم اینجا ایمانمون رو افزایش بدیم و عشق و علاقه و محبتی که شنیده بودیم آشکارا و به وضوح مشاهده بکنیم و بیایم از محضر 500-600 تا از علمای برجسته و به نام جهان اسلام بهره مند بشیم در این کشور خوب. و استاد عزیز، ویژگی های اصلی این همایش در چه بود؟ یعنی چه مخصوصیت ها داشت و چه ماهیت را دارا بود از نظر شما استاد عزیز؟ والله ماهیتش که بالاخره مسائل علمی و اخلاقی و ارزشی بالاخره پیشوایی که متعلق به کل جهان اسلام هست، نه متعلق فقط به برادران احناف و خواهران احناف. در نتیجه ایشون الگوی کل جامعه اسلامی و انسانی هستند، امام اعظم، و ایشون در عراق زندگی میکردن، در اونجا به دنیا آمدن و عراق ملتقای ملت ها و تمدن های متعدد و فراوانی قبل از اسلام و بعد از اسلام و ملتقای افکار و مذاهب عقدی و فکری و دینی متعدد بود. در نتیجه امام در یک فضای اونجا رشد کردن که برای همه بودن و مال همه بودن. حتی ادیان دیگه، مذاهب دیگه، فرق دیگه اونجا بودن و از حسن ادب و برخورد و معاشرت و قوت منطق امام و استدلال امام که واقعا به قناعت میرسون طرف مقابلو، چون هیچ موقع
نخواستن با مخالف به دید مخالف نگاه بکنن، بلکه همیشه دوست داشتن که مخالف یه روزی موافقش بشه. این محبت رو داشتن. در نتیجه این شهرت و این نام نیک و این توسعه و این رشد به خاطر که امام در دلش و در فکرش کل بشریت بود با همه اشتباهاشون و هیچ موقع خودش رو محق کامل نمیدونست و این باورش بود که حق نزد دیگران هم هست و همیشه با این دید حتی به شاگردایش که از اون کسب فیض میکردن با این دید نگاه میکرد که بعضی از شاگردها شاید رأی ثوابی داشته باشن، رأی صحیحی داشته باشن که خود امام باید از اون استفاده بکنه. من تو این یک دو روز خیلی محبت دیدم، عاطفه های زیبای زیادی رد و بدل شد بین بندگان خدا اینجا. واقعا محبت و عاطفه های زیبا و عشق و علاقه به همدیگه رو به نمایش گذاشتن و این ستودنی است. ما امروز کمبود عاطفه های ایمانی و دینی که همدیگر رو دوست بداریم، به خاطر خدا دوست بداریم، منافع دیگری نباشد که خدای ناکرده محبت ها رو کمرنگ بکنه. و من میتونم به جرئت بگم که من با تمام وجودم نه تنها مردم تاجیکستان به خاطر که همزبان من هستن و ما مشترکات زبانی داریم، خب ما فارس زبان هستیم، اینا فارس زبان و تاجیک هستن، بلکه به خاطر اون محبتی که خدا پیغمبر خدا و دین خدا بین ما ایجاد کرد. وگرنه فاصله ها بین ما و شما خیلی زیاد هست، ولی این فاصله ها رو خدا و رسول خدا و دین خدا کوتاه کرد و ما یکی شدیم. و من میتونم به جرئت بگم که من هیچ منافعی اینجا ندارم و هیچ قوم و خویش نسبی اینجا من ندارم، ولی تو این دو روز من فکر میکنم که تو خانه خودم هستم، تو کشور خودم هستم، تو خانواده خودم هستم، تو طایفه خودم هستم. یعنی خیلی من محبت دیدم. قطعا من مطمئنم که اگر این احساس و این عاطفه دو طرفه نباشه جواب نمیده. قطعا دو طرفه است که این جذابیت رو ایجاد کرده. از همه شما تشکر میکنم که این مصاحبه خوب و تدارک دیدید. من برای آخرین بار به ملت خوب و دولت خوب تاجیکستان بگم که به خاطر خدا دوستشون دارم. انی احبکم فی الله، به خاطر خدا دوستشون دارم و به خاطر خدا باشون ارتباط دارم و امیدوارم که این محبت روز قیامت هم در بهشت خدا انشالله ما با هم جمع بشیم و به دیدار خدا نائل بشیم. و برای ملت و دولت و حکومت تاجیکستان آرزوی موفقیت و سربلندی و خاتمه به خیری دارم. همچنین برای شما که این مصاحبه زیبا رو تدارک دیدید. خدا یار و یاور و نگهدار شما باد. السلام علیکم. تشکر زیاد استاد عزیز. عزیزی از تاجیکستان به من زنگ زد، تلفن گفت شیخ ما خوشحالیم که بعد از 80 سال الان مسجد داریم، اذان میشنویم، روزه میگیریم، حج میریم. ما در ناز و نعمت بودیم، ما حرف بلدیم بزنیم. هشتاد سال قرآن از شما گرفته شده، کعبه از شما گرفته شده، مسجد از شما گرفته شده، زیر زمین مخفیانه شما خودتون رو نگه داشتید. اگر امروز این همه علاقمند و عشق و علاقه در جوانان هست، به خاطر که پدران شما، اونهایی که 80 سالشونه، 70 سالشونه، 60 سالشونه خدا ترس بودن. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جوانای مسلمان، جوانای عرب، در مسجد باز است، نه آتشی نه آهنی، از آن میشنوند، از کنار مسجد رد میشوند. ما آمدیم که از شما درس بگیریم.
از شما یاد بگیریم. تو این 2 روز شاید به اندازه 20 سال ما از شما درس گرفتیم. ما خیلی خجالت می‌کشیم، شرمنده شدیم که ما شما را نصیحت بکنیم. ما با هم در دل